كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، امروز درس نو، درس معلم ثانی را دوام خواهیم داد. امروز درس تنوین است. تنوین این شکل دارد، یعنی دو فتحه. تنوین را فتحتین میگویند، یعنی دو فتحه یک تا میشد، فتحتین دو تا این علامت اگر یک تا باشد مانند این خیل، اینجا است. اگر دو تا برابر بیاید این را تنوین میگویند. تنوین این علامت است که یک تا نون ساکن زاید میکرده میشود. مثلا این بعد نون را ما خوش میکنیم با ان، یعنی ان فتحتین میشد، یعنی این چنین کسرتین میشد، ضمتین میشد. این را در درس آینده خواهیم گرفت. امروز درس تنوین است. و نون یعنی ان. اینجا ما مثال ها رو میخونیم. الف کسره ای، ذال فتحتین زن. نه اینکه ای ز میگیم، بلکه اگر اینجا یک تا باشد میگیم ای ز میشد. اما اینجا مشکلی که گفتیم نون رو با خوش میکنیم، ان. اینجا چی شد؟ ای زن. اینجا الف فتحه با فتحه با ابا، دال فتحتین دن ابدن، مثلا رغدا قديرا عليما رحيما كبيرا دينا نورا نارا مرضا عذابا أليما كتابا قليلا ثمانا كفوفا رزقا ماء حسنة شجرة خليفة متشابها شرا جميعا بناء امواتا. این بود درس تنوین. این را نوشته کنید تا که در ذهنتان جایگیر شود. از الله میپرسم که به هر یک ما علم نافع و عمل صالح نصیب آن گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.